حالا چیزی رو از دست دادیم؟ من 3 سال منتظرش بودم. یه روز با هم رفته بودیم بیرون تا کمی راه بریم، ولی یه دفعه حس کردم که رونام داغ شدم. روی نیمکت ایستگاه نشستم، دست بردم بین پاهام، داغ بود. حس کردم لخته خون توی لباس زیرم افتاد. موجود 3 ماهه‌ای که حسش میکردم. از اون روز تا حالا شب از خواب بیدار میشم و فکر میکنم چیزی توی دلم تکون میخوره، ولی چیزی نیست. باید با کسی حرف بزنم، ولی نمیتونم به شوهرم چیزی بگم. از دست دادن خیلی سخته. اگه چیزی از دست دادین میتونین اینجا بنویسید.